حقیقت های پشت پرده درآمد از تیمو چی است؟ بعض دوستایی که پیام میده که دلشاد ما از تیمو چی رقم درآمد کنیم، این لینک در خود نصب کنیم، میشه نمیشه؟ عزیز دل، ما خیلی راحت ده تو مختصر تشریح بدم که تو چی رقم میتونی از تیمو درآمد کنی، آیا برای تو هست یا نیست و دلیلی که ما خود ویدیو جور نمونیم دلیلش چیه؟ عزیز دل، این حالی که ما بیایم از تیمو درآمد کنیم میشه، یا بعضی دیگه که بیننده یا فالوور داره از تیمو میتونه درآمد کنه، درآمد از او چی رقم است؟ وقتی که ما اون لینک کسا میایم در صفحه پیج خود میمونیم، شماهایی که میرین اون لینک در خود دانلود مونین، یعنی که از طریق ما یک مشتری در تیمو رفتین. هر وسایلی که از طریق همون لینک خرید مونین، یعنی از طرف ما در اون میرین خرید مونین، این درآمدش هم در جیب تیمو میره، در شرکت هم 1% 5% 10% در ما میاد. و شماهایی که فالوور یا بیننده ندارین، برای شما بی‌معنی از جان لالایش. اول که تو نمیتونی تبلیغ کنی که کس از طریق اپی تو بره او رو دانلود کنه، که از طریق ازو که تو یک مشتری آورده در اپ تو رو درآمد بده، و دوم تو هم نمیتونی که کس فالوور بیننده هم نداری که تبلیغات کنی که مردم از طریق تو بره بخره که درصدی ده تو بیه. پس یعنی راهیه که اگه میفهمی توانش داری، فالوور و بیننده زیاد داری که فالوورای تو رو حمایت کنه، بره از طریق بخره 5% 10% ده تو بیه، میشه. اگه تو 1000 2000 3000 5000 فالوور داری دیگه دکتر پون در سرچ نگرد برادر، نموشه. چرا که ما از اول هم فهمیده بودیم که اگه ما بریم تبلیغات کنیم در دوستای خود بگیم این قدر پول شما از تیمو درآمد کنین، ولی وقتی ما نشان میدیم خود این قدر درآمد کردیم ولی دیگه دوستا درآمد نکردن، نمیتونه به خاطر که استعداد یا فالوور یا توانش نداره. پس ما چرا بیایم شما رو بگیم این ترکی کنین این قدر درآمد ما کردیم شما میکنین؟ نمیشه. جاری برادر دیگه دل خودتان.